امروز میخوام 3 تا نکته مهم در مورد اینکه زمان حال استمراری رو توی چه موقعیت‌هایی استفاده کنیم صحبت کنیم. هممون میدونیم که زمان حال استمراری رو وقتی استفاده میکنیم که یا برای کار و فعالیت استفاده میکنیم که در همین لحظه در حال اتفاق افتادن. مثلا در مورد من دارم چی کار میکنم؟ من دارم صحبت میکنم. من دارم انگلیسی تدریس میکنم. I'm teaching English. I'm talking. اینا چیزهایی است که در مورد من در این لحظه در حال اتفاق افتاده. اما بعضی وقتها فعالیت‌ها و کارهایی رو انجام میدیم که دقیقاً در همون لحظه در حال انجامشون نیستیم، بلکه در وسط پروسه انجام اونها هستیم. مثلا این موقعیت رو فرض کنید، به دوستتون زنگ زدید و حال و احوال و اینا میگین چه خبر؟ اونم میگه که مرسی خوبم، دارم مقاله جدیدم رو مینویسم. نوشتن مقاله جدید در اون لحظه در حال اتفاق افتادن نیست، چون دوستتون داره با شما صحبت میکنه. اما وسط پروسه انجام دادن اون کار هست، نوشتن اون مقاله هست. درسته؟ I am writing my new paper. I am writing my new paper. دارم مقاله جدیدم رو مینویسم. یا مثلا این مثال. I'm taking swimming class this summer. I'm taking swimming class this summer. این تابستون دارم میرم کلاس شنا. در اون لحظه که من دارم این خبر رو میگم یا این جمله رو میگم در حال شنا تو استخر یا یادگیری شنا نیستم. درسته؟ ولی تو پروسه‌شم، تو پروسه انجام این کارم، یادگیری شنا هستم. یا مثلا این یکی جمله. My sister is going to work in Spain. She's learning Spanish. خواهرم قراره بره اسپانیا کار کنه، داره اسپانیایی یاد میگیره. یعنی در این لحظه‌ای که من دارم این جمله رو میگم، این خبر رو میگم، خواهرم همون لحظه در حال یادگیری زبان اسپانیایی نیست. درسته؟ در وسط پروسه انجام اون کاره، داره زبان اسپانیایی یاد میگیره. خب یه نکته خیلی مهم در مورد این 3 تا جمله و کاربرد زمان حال استمراری در این موقعیت رو خوب دقت کنید. هر 3 تای این جمله‌ای که من گفتم کارها یا فعالیت‌هایی هستن که به طور موقت در یک بازه زمانی در حال اتفاق افتادن هستن. پس نکته مهم اینه که زمان حال استمراری رو تو این موقعیت‌ها وقتی استفاده می‌کنید که کاری موقتاً قراره در جریان باشه. مثل کلاس رفتن شنای من در تابستون. اون تابستون دارم میرم کلاس شنا. موقتاً اون تابستون تموم بشه دیگه نمیرم. ولی در اون تابستون در حال اتفاق افتادنه. یا یادگیری زبان اسپانیایی که خواهرم داره یاد میگیره. تو یک موقعیت، تو یک بازه قرار این یادگیری ادامه داشته باشه، در جریان باشه. و یا نوشتن مقاله دوستتون، اونم یه مدتی روی مقاله کار میکنه و تموم میشه. پس موقتی بودن پروسه انجام اون کار یکی از نکتهایی که باید بهش توجه کنید. نکته دوم، وقتی میخوام در مورد تغییراتی که حول و حوش زمان الان دارن اتفاق میفتن صحبت کنیم، بازم میتونیم از زمان حال استمراری استفاده کنیم. اینجا تو این موقعیت یک سری فعلا خیلی مهم میشن و بهتره که اونها رو تو این موقعیت بیشتر استفاده کنید که هم اون تغییر رو نشون بدن و هم اون زمان حالی که در حقیقت درش دارن اتفاق میافتن. من لیست این فعل ها رو میگم، سعی کنید با هر کدومشون یک جمله شخصی سازی شده برای خودتون بگید که هم فعل ها رو تو ذهنتون بمونه و هم این کاربرد رو. فعل ها اینها هستن: get, become, change, increase, rise, fall, grow, turn, begin, start. همه این فعلا رو میتونید برای این موقعیتی که الان درش صحبت کردم استفاده کنید. مثلا Your Spanish is getting better. Your Spanish is getting better. اسپانیاییت داره بهتر میشه. تغییریه که اولوش الان داره اتفاق میفته، من میبینم و دارم بهت میگم این رو. یا مثلا این جمله: The population of the world is increasing very fast. جمعیت دنیا به سرعت داره افزایش پیدا میکنه. یا این: Getting wealthy is becoming trend in our country.
ثروتمند شدن داره توش کشورمون ترند میشه. اینا تغییراتی هستند که دور و بر یا حول و حوش زمان حال در حال اتفاق افتادن هستن و میتونیم برای بیانشون از زمان حال استمراری استفاده کنیم. نکته بعدی در مورد زمان حال استمراری اینه که تو جمله هامون میتونیم از قیدهای زمانی که مربوط به زمان حال هستن یا ربط دارن به زمان الان، به زمان صحبت کردنمون، ازشون استفاده کنیم. مثل today, this week, this month, this year. مثلا این جمله The company I work for is not doing so well this month, this week. کمپانی شرکتی که من براشون کار میکنم کاراشون این ماه خیلی یا این هفته خیلی خوب پیش نمیره. یا مثلا این یکی جمله You are working hard today. You are working hard today. باز هم میگم تاکید میکنم این ویدیوها رو که نگاه میکنین نکات رو یاد میکنین. سعی کنین جمله های شخصی سازی شده تا جایی که ممکنه برای خودتون بسازین، به زندگی خودتون، به کارتون، به اطرافیانتون ربط بدین که بهتر تو ذهنتون بمونه و بعدا بخواین دوباره ازش استفاده کنین سریعتر یادآوری بشه براتون.